چی میکنیم؟ خانه میریم پیش یا تلویزیون بی اگه برق باشه یا پیش غیبت چالان. غیبت کردن بزرگترین گناه است، از جمله گناه کبیر است. ولی غیبت کردن بر افغانا شده ورزش ذهنیشان. یکی از ورزش‌های ملی ما را که پرسان کرد، غرسه نگویی، اول در قدم اول چی است؟ غیبت. حالی خب غرسه تیمش شروع کردن، چند وقت بعد میترسن تیم چی را شروع کنن؟ غیبت ها، مسابقه غیبت. بره در اینجا غیبتی های کلان در اونجا ببینه که کی غیبت میکنه. بناهن ما و شما باید اینی گپ اصلاح کنیم. وقتی ما اینجا چتیم حداقل در غیبت مجلس غیبت شامل نیست. دوستان از نازنین، یکی از موضوعات بسیار مهم که در زندگی روزمره همراهش روبرو هستیم، خودت بار گفتم به خدا استرس دارم، استرس گرفتیم، ایدی نمیمونه درس بخونم یا کار کنیم، یا از دان دیگراشون که دچار استرس هستن و استرس زندگیشان خراب ساخته. بنا سر از این موضوع مهم صحبت